چطوری خنیه تیم بازی؟ خوبی الحمدلله خوبی خیلی دوستای خوبه بچهای خوبه. در کجا هستی؟ من چه معرفی که منطقه فعلا گستی قد دوستای ولیتو بازی دره نیروزی دویوم انشالله رو. در کجا؟ منطقه شم میشه نامو بری؟ خیشی منطقه غارشا میشه دیگه. غارشای ولیاتو دیگه. زنده باشی. یا از تماشاچی دیگه. اصلا نباشی. وای استاد خوبی؟ جان سلامتی خیرت داری. خوشه. چطوره لیست خوبه برابری دیگه چندان فرق نیه. یک 3-4 آسیل مو پیشی دیگه الحمدلله خوب بازیه. ولی امتیاز از این بازی دیگه یکی با دوستای لیست با اکثرا شناس شدیم. بسیار خوشحالیم. ما همچنین. یعنی 2 روزه که در خدمت از دوستای برادر خدا که از اینجا خوشحال از خدمات از ما برادر ناراض نباشد. نباشید دستانه. آقای تو چطوری؟ جامان دوره بخیر سلامت خیرت داری؟ شکر فاشین. بس تو چیزی نمیگی؟ واجبات خوبی؟ سلامت خیرت وفات خوشه. خوبی؟ جان دوره بخیر سلامت خیرت داری؟ چطوره امروز میشه نمیشه؟ والله خوبه دیگه چندون نمیشه. نه سو خوبه. خوبی بجا خیر جان دوره آقا صاحب سلامت خیرت داری؟ دوم دن بخیر؟ والله. استاد صاحب چطوری؟ جان استاد لر، استاد دیوال. الحمدلله استاد چاکنی. استاد پیداگدو و همچنین استاد چیزی دو همه کاره. دمش کرد. استاد نادر صاحب. بله. بسیار خوبی جان جور بخیر سلامت خیرت در اوقات خوشه. چطوری امروز؟ بند من که موکسیه. کاکای تماشاچیه جان جور بخیر سلامت خیرت رمضان خوشه. مثل رمضان انجام بشه. والا نمغرودی دیگه نمغرود. خوبه شکر. خاندان چیز نه کمی آشنا میشی. مولا چطوره مولا؟ جان جوره. چطوره بنگ میده نمیده اول صبح؟ خدا رو شکر. حاجی علی چطوره؟ الحمدلله. جامون جوره بخیری. کمامو تو چطوری؟ ما هم یک دم کشالی. مرگان ها؟ خوبی بخیری جان جوره سلامت خیرت داری. خدا خوشه. شکر زنده باشی. چطوری؟ بسیار خوشم برادران رسید. منطقه ولیاتو. جور باشی زنده باشی سلامت باشی. صفا اردن. زنده باشی. بسات گاز نه. او پس که یار دو تیر گاز نه. ره. خوبی. جان جوره. سلامت باشی. استاد ایمار چطوره؟ شکر بخیر. جامان تو جوره. چطوری خنیه بازی؟ آره تو چطوری؟ الحمدلله. شما خوبین؟ شکر. چطوری امروز؟ امروز خیلی خوبه. خب. هوام بسیار خوبه. پس دیگه خوب میشه بخیر. نه منطقه غاره ها؟ غارشای ولیاتو. غارشای. منطقه مال زیتون. به طرف غارشای طرف زیتونه. زیتون منطقه. او سانگ تازه میادرو. دیگه اوقات از این تلخ شد برادر در نظر خمه یکی همزی پوست پارم جیید آی همه گفت و هر کس که درد پدر او نجوید از این بدتر آید بسر اگر اون کس که رضایت پدر نگرد از این روز بدتر هم دبلیش مید آی زاین جایی که تزو پای برگرفت او رئیس رهبانانی قیصر گرفت از پشت دستم شدم زی پاس چپون قیصر او یکی آفرین کرد و به هر سربان او کی به دارو باشه و روشن روان آفرین که تو سلامت باشی زنده باشی یعنی ساربان گفت
او خیرت من دو چون روی کشت از بوده او بزیر شد و جای گوهایش گذید آلی دیگه در رای زید سوال کردید دید که این خوشحاله او سبک بازو گسترد و گستردنه بیا ورد و چیزی که بود خوردنه اول دفعش مش یک چیزی بود نبود دیر تا تایکونی دیوار کرد یک وقت خوردنی مردنی بود نبود دیر اول او چنین گفت و کشت از بابا سربان انکی ای ریفه روز و روشن روان کشتاسه بیر چپور گفت ای مردی با فکر ای روشن روان او مرا ده که کاروان شطور اچور ای دات اچور ای دات مزدی ما هم ببره گفت ما یک گله شطور بیدی که ما بیچرن و ما موز از مرم تو بید های برو سر باید گفتو که او برو سر باید گفتو که شروع مرد او نزیبت می بر تو این کار رو کرد پلوان ای شا گفتی چپانی در تو نمیزه بر دیگه او بس چیزی که مهرست تو قیصر کنه ای همان بکش آهنگی قیصر کنه نه این تو برادر در تو سالاتیه تو باید در دربار قیصر روم باشی تو را به نیازیده از این سخن جز آهنگی درگاه قیصر مکن غیری که تو آوال و در پیش قیصر روم باشی دیگه او تو موزی خوب میده های دیگر رو دو دارم هیوان او پسند دهوا مردم رهنمان دیگه جایم یک تو یک جای نشان میدیم او برو آفرین کرد و برگشت از اوی او پر از غم سوی شهر و بین ها دوروی دیگه دی خطات از یک طرف شهر باز روی کشت او شدان در دمها بر دلش برگران بیامد بازاری آهنگران بیرادر سختی تیر میشه دیگه اما دمی بازاری اینگرو یکی نامه بر بود و برو بونم او پیسند ده آهنگری شد و کام چیزی میدنو برو اره برو خب یه دیگه خیلی اگاینگر نام بوده بود دا 20 تنه شاگردش دیر دخیر ای همه گردونه ای همه گردونه اسپانشا ای ورا نزد قیصر بوده دستوگاه خیلی نزد قیصر روم ای برادر احترام و آبروی داشتم آینگر ورا یارو شاگرد و بود 3 و 5 از بود کسی هندسی در برنج پارسی 35 نشاگرد از 52 نزی برادر دخیر رسنده یاره های و بدو کانش پیش از تو کشت از بوده شدان پیشک ور از نشستنش سره خیلی دل شیشتر نزی اینگر سعی کرد و برادر جا نزی می شیشتر و بدو گفت و آنگره نکو خواه چی داره بیدو کنی و بدو گفت و آنگره نکو خواه چی داره بیدو کنی ما آرزوهای یا اینگر اخبار کرد این خواه این متکه خوب تو چیز دیده دمی دکانه این از من پیشیم خیلی بینجی بدو گفت و کشت از پوکای نگو بخت آنه پیچم سهر از پوکو از کاری سخته آن کار سختی امی 52 خیلی خوشیم باید دیگه سر پیشیم ننو آی عمرای گربی داری تو یاری کنم او بری این پوکو سایندان سواری کنم تو ما اجازه بیدی که ما می شاگردیم از پول میزنم دیگه آنچو بشنه دو بورا بزود سودان
به شاگردیش گشت و هم داستان دیگه گفت خوبه دیگه قبول دارم